چرا از ایران نمیرید؟ باید خیلی افتخار کنیم، خیلی به شانس خودمون بنازیم که توی همچین سرزمینی به دنیا اومدم و دارم زندگی میکنم. ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که تعداد گونه‌های اندمیکمون بیش از 2530 تاست. گونه‌های اندمیک یعنی گونه‌هایی که در هیچ جای دیگری از جهان به جز ایران نیست. در کل قاره اروپا که تو عرض 60 درجه است بهش میگن قاره سبز، 1600 تا گونه اندمیک داریم. ما 2000 پایه درخت کهنسال تو ایران داریم. تو کل قاره اروپا 800 پایه درخت کهنسال داریم. درخت کهنسال یعنی چی؟ یعنی درختی که از ترسالی و خشکسالی و یخبندون و آتش سوزی گذشته. یعنی خاصیت ارزشمندی داره در تکثیر خودش. یعنی اون بذرش بسیار بسیار پرایسلسه و میتونه تضمین کننده آینده ایران برای دست کم 3000 سال دیگه باشه. گفت ما یه سری از دانشمندان در ژاپن، کره جنوبی، کشورهای اسکاندیناوی، چند تا از ایالت‌های آمریکا داریم روی این مفهوم کار می‌کنیم. حالا یه جامعه توسعه یافته جامعه‌ای که برای همه زیستمندانش، چه انسان باشن، چه گیاه و چه حیوان، حرمت حیات قائل باشه. ما از دموکراسی رسیدیم به بیوکراسی. ما از مردم سالاری رسیدیم به زیست سالاری. من گفتم خب این چیزی که الان شما دارین روش کار می‌کنید ما 1000 سال پیش بهش رسیدیم. خنده‌ای کرد که شما جهان سومی هم کلا نمیشه تو توهمی. گفتم ما یه شاعری داریم به نام سعدی 800 سال پیش زندگی می‌کرد. میگه چنین گفت فردوسی پاکسا که رحمت بر آن تربت پاک باد، میازار موری که دانه کشته است که جان دارد و جان شیرین خوش است. و خود سعدی اضافه میکنه سیاه اندرون باشد و سنگ دل که خواهد که موری شود تنگ دل. گفت میشه یه بار دیگه این شعر رو با زبان مادری خودت بخونی؟ و بعد گفت خوش با حالتون که یه همچین مضامین عمیقی رو میتونید به زبان مادری درک کنید. اگر اونا از دموکراسی صحبت میکنن، ما 800 سال پیش ابوالحسن خرقانی رو داشتیم که میگه هر کس در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آن کس که به درگاه باری تعالی بیارزد حتما بر خوان بوالحسن به نانی ارزد. اگر اونها دغدغه محیط زیست دارن، ما تو منشور پارسوماش از کوروش بزرگ 2500 سال پیش میگه به فهم آب رسیدن و گندم را گرامی داشتن این آیین من است. پس هر کی رونده ای را بیازارد، اولین بیانیه مانیفست علیه حیوان آزاری 2500 سال پیش، هر کی آبی را بیالاید، هر کی درختی را بیافکند بی‌اجاق خواهد. چرا ما نباید به این کشور افتخار بکنیم؟ اگر کسایی افتخار نمی‌کنن، برای اینکه نظام آموزش پرورش ما این تاریخ شکوهمند رو، این دانایی ارزشمند رو از کتاب‌های درسیش حذف کرده، بچه‌های ما نمیدونن چه افتخاری نصیبشون شده که در ایران زندگی میکنن. من میدونم و باید پاس بدارم این دانایی و باید تو این کشور رو